در کشور نازنین ما، در کشور آدم پرور ما باز عید است، خاصتا در شهر مرغلان صاحب اعجاز و مرکز هنرمندان. در این باغ از تمام ولایت‌های مملکتمان، از یک چند کشورهای خارجه هنرمندان با محصول خود آمدند. در شهر مرغلان باستانی فستیوال بین المللی صنعت موسیقی و فولکلور راه ابریشم، درباره این صنعت زیبا، درباره این فستیوال بین المللی که باز دلها را به هم می پیوندد، انسانها را به هم می آرد و شعله و آفتاب دوستی را درخشان‌تر می کند. با شرافتی همه مستقلیمان هنرمندی رشتانان با بسیار مملکت ها علاقه کرده ایستادند. از جمله من امروز هم نهایت چیزهای خوشرویی با دستانی شخص ها، با دستانی تیلاگین ماهرانه رشتانیان ساخته شدگی چیزهای هنرمندی آورده شدن. البته امیدواریم که این چیزهای رشتانیان به همه همین اشتراک کنندگان فستیوال موسیقی و فولکلوری تحفه مناسب هم به تماشابینان ذوق و شوق و لذت می‌بخشد. ببینید، من اینجا هنرمندان از قریب از تمام دنیا، از تمام عالم جمع آمدن و فکر شما این همایش، این جمع آمدن ها، این تجربه عوض کردن ها هم بنای هنرمندان یک چیز خوب می‌بخشد. البته چیز خوب می‌بخشد. این همش از همین شرافتی تینجی، شرایط خوب، اون امتیازها، شرایطی که برای هنرمندان داده شده ایستاده است، همش از همین سبب میگویم. خیلی که شاعر گفته است نقاش عجب صفحه منقش کردی، ای وقتی تو خوش که وقتی من خوش کردی. انامین به همین سوال هم تو بینید جواب، هم تو صنعت میبینید که چقدر قلب انسان ذوق میگیرد. از تو پرسند که ای فلانی چه قیمت در بود در زندگانی، جوابی قطعی و سنجیده من جوانی و جوانی و جوانی. جوانان به نهایت اعتبار زیاد داده ایستادن، آنها با قوه زیاد، با ذوقمندی زیاد، غیرت زیاد، همه این چیزها با هوسمندی تشکیل کرده ایستادن. اینها دیده البته همه کلان ها، من کلان سالان، پدر و مادران البته شکرانه زیاد آورده ایستاده. هر روز شب و روز آنها همین دستشان در دعا. باوری داریم که این همین گونه فستیوال ها در آینده دائمی بردوام می‌گردد. اصلا دیار نازنین ما ازبکستان این سرزمین دوستی، سرزمین محبت، یاری و برادری و آدمیت، صنعت، علم و فرهنگ بلند است. به همین خاطر امروز در باغ ایجادکاران به نام ارکین واحدوف گویا از تمام دنیا هنرمندان و آنهایی که ایجاز دستشان، ایجاز هنرشان مردم را به حیرت می آرد جمع آمدند. زیاده از 2 سال می شود که ازبکستان به یک کشور در و دروازه هایش باز، به کشور دوستی، امنیت و آسایش همگانی تبدیل یافته است و ما حالا در مرز بین ازبکستان و تاجیکستان ایستاده. فرغانگیان، اهل فرغانه، اهل ازبکستان انتظار میهمانان از جمهوری تاجیکستان هستند و حالا میزبانان انتظار میهمانان از تاجیکستان برادر هستند.
السلام علیکم. بسیار چهره‌های شناس عزیز، خوش آمدید بار دیگه. ما شناس و بنابراین ما خوشبخت‌ترین بانوان تاجیکستان هستیم که امروز اولین شده در فستیوال اولین در مرغیلان اشتراک میکنیم و همه سربلندی، نیکنامی و بردباری آرزو میکنم. سلامت باشید. تشکر، بار دیگر خوش آمدید. سلامت باشید. زنده باشید. سلامت باشید. رحمت. عزیزان، اینک مهمانان تاجیکستان را ما پذیرفتیم از سرحد اندرخان و حالا در اتوبوس رهاره صحبت‌ها، ترانه‌خوانی‌ها ادامه دارد. صلح همین است، دوستی این است، دیداربینی این است و آفرین به آنهایی که این دوستی، این دیداربینی و این عاشقی‌ها را زنده می‌دارند. با بهانه فستیوال راه ابریشم، صنعت فولکلوری، این که فستیوال بین المللی است، با این بهانه به دیدار شما رسیدن خودش یک چیز مبارک است، یک بخت و سعادت است. دوستان عزیز، در این لحظه ها که شما بار اول بعد این دوری ها به خاک ازبکستان که برای شما بیگانه نیست، عزیز است، قدم گذاشتید، از دل شما چه احساس میگذرد؟ احساس بی نهایت مهر و محبتی که بود در من و آن مهر و محبتی بوده حالا هم زنده است و فکر میکنم که این مهر و محبتی دو ملت ازبک و تاجیک هیچگاه هیچ کس جدا کرده نمیتواند، زیرا این مهر و محبت از صدق دل است. با از سر نو دو ملت و مانند پیشتره برادر و خواهر و مادر و پدر، دادر، همه آغوش همدیگر رخ شده و همدیگر نزدیک شده و فکر میکنم که این بهترین کار ثواب یک آدم، هر یک انسان. Aşkara bernayigin hergiz alamaysa meni. Aşkara bernayigin hergiz alamaysa meni. Kakılın kıymat bahas tashlab ketamaysa meni. Tashlab ketamaysa meni. من سال 60 اومدم و توشکند خوندم. از سال 60 اینجانی من در توشکند به مانند وطن خودم، در بین دوستان خودم، استادان خودم، بزرگان خودم، زمین خودم، اولاد و اجداد خودم من میگشتم و برای من این یک خوابی بد بود وقتی که چنین واقع شد و شکرانه بینید که بعد از این قدر سال اولین بار بعد از 20 سال من دعوت شدم به فستیوال عمومی جهانی که بار اول در شهر توشکند گذراندن و من رو دعوت کردن و بینید که بعد از این قدر سال هم سایرم بسیار فراموش نشده است و سزاوار خمای زرین شدم من. این فکر میکنم تحفه، این مهربانی، این دستگیری، این یادآوری، این از همه عزیزتر بود برای من، بانوی تاجیک، برای ملت من، برای تاجیکستان. و این من این دویم سفر ما که من بار اول با انسمبل بی ها که 14 سال اینجا وجود دارد سفر مرغیلان داریم. بار اول در مرغیلان افسانوی و از قدم های اولینی که سرحد، من سرحدم نمیگویم، گویا که من هم گذشتم آمدم باز به مکان خود، به نزد دوستان خود و عزیزان خود، با صنعت. و ببینید این صنعت این سرحد ندارد. صنعت همه سرحدها رو پراکنده میکند. ورزش، صنعت. قدی پستی منه دیوار پناه کرد، کدام ظالم تو را ای من جدا کرد، کدام ظالم مرا خانه خرابه، مرا محتاج دیداری شما
یار دور بودای نمی رفت و می شدای عاشقی زور بودای نمی کرد و می شدای. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. چو عضوی را به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. واقعا حق بر جانب شیخ سعدی است. فرزند بنی بشر، فرزند حضرت آدم اعضای یک پیکرند و اگر یکی از عضو این پیکر خلل یابد، درد پیدا کند، دیگر عضوها را قرار نمی ماند. در ترانه های مردمی آرزو و آرمان و زیبایی های خلق و اون ارزش های ملی افاده خود را می یابد. ما را همچون یک مهمان، همچون اشتراک کننده به اینجا دعوت کردند که ما بسیار امروز سپاسگزار هستیم، منتدار هستیم که ما را همچون مهمان دعوت کردند و ما امکانیت پیدا کردیم که در اینجا هم هنرهای مردمی خیش را هم فرهنگی خیش را به جهانی ها معرفی کرده باشیم و دیده ایستادیم که چه خیلی دو خلق به هم دوست برادر یک روحی بولیده دارند، روحی ادانه دارند و از این دوستگری ما میخواهم دوستگری این دو خلق بزرگ ناگذشتنی باشد. خلق مرغیلان، فرغانه بسیار انسان‌های مهمان نواز هستند. ما در اینجا حاضر تشریف آمدیم. ما وقتی که من خرد بودم همراه پدرم همین جاها می آمدیم، توقند، نمنگان، فرغانه و وقتی که کلان شدیم و آرزو داشتم که باز به همین جاهای مبارکی که پدرم ما رو در همین جاها آورده با خلق همین جا با مهمانداری آنها یک شناس میکردن، بسیار آرزوی من بود و امروز این آرزوی من عملی گشت و ما در اینجا هستیم و بسیار خوشنود هستیم. رحمت به خلق انسان‌های بهترینی که ما رو همین خیلی نقص پیشواز گرفتن. ما از ناحیه سوخ دسته فولکلوری سوخ چشمه به شهر مرغلان به فولکلوری بین المللی اشتراک نموده استادیم. ما از این خیلی شادیم. آمد دادگردمی به جانم، قد و قامت گردمی به جانم، تو یارکی من باشی به جانم، از آمدنات گردمی به جانم، تو یارکی من باشی به جانم، از آمدنات گردمی به جانم. عزیزان، وقتی که به چهره‌های خندان حضرت انسان می‌نگریم، وقتی که به این همه منظره‌های زیبا می‌نگریم، یک چیز بار دیگر دل ما را تسلی می‌بخشد. این است زیبایی، این است صلح، این است اون مقصد نجیبی که راهبر دولت ما، خلق شریف ما با مقصد امروز باز آباد کردن فردای خود آغاز کردند.